خب آقای ابراهیم زاده، شما به عنوان نماینده شرکت نایس در تبریز، ما افتخار داریم که داریم با شما همکاری می‌کنیم. الان هم میزبان شما هستیم در تهران. شما به عنوان نماینده ما در تبریز، برخورد مردم راجع به محصولات نایس چطوریه با این وسواسی که دارن؟ تبریزی‌ها اصلا ترک‌ها ذاتاً لوکس پسندن و به ظرافت کار خیلی اهمیت میدن. تا به قیمت و فلان، ظرافت خیلی مهمه براش. نایس هم مجموعه‌ای که هم ظرافت تو طراحی داره، هم ظرافت تو بسته‌بندی داره، هم ظرافت تو تنوع داره. توی آذربایجان واقعا جا افتاده است و استقبالی خوبی هم از محصولات نایس میشه. بعد گارانتیمون چجوریه اونجا؟ گارانتی محصولات 5 ساله هستش، بی گید و شرط. اگر کسی پیدا بشه که توی محصولات نایس جنس معیوب داشته باشه، ما تعویض میکنیم، ازشون عذرخواهی میکنیم که میدونیم هیچ خرابی تو تا به حال در از این 14 سال ما تو نایس نداشتیم. از تبریز برای ما سوغاتی چی آوردیم؟ از تبریز یه تابلو فرش آوردیم، جدا منقش به چند تا از شاههای ایران. درسته. آقای حافظ و آقای سعدی و آقای مولانا هم گذاشتیم اونجا براشون شعر بگن. ممنونم. سوغات کوچکی از سمت تبریز. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. مراقب خودتون باشید. ما در خدمتتون هستیم. قربان شما. مرسی.